این 4 تا اشتباه میتونه لاستیکاتو نابود کنه. اولیش باد لاستیکه. آقا تو رو خدا هفته یه بار 2 بار باد لاستیکاتو میزون کن. اگر باد لاستیکات کم باشه و باهاش راه بری، سیمای لاستیکت میشکنه و اگر این باد زیاد باشه و باهاش راه بری، لاستیکت از وسط ساییده میشه. جلوبندی ماشینت هم حتما سرویس کن. اگر میبینی ماشینت به یه سمت میکشه و لاستیکات داره خورده میشه، حتما جلوبندی تو چک کن و مطمئن باش که تنظیم فرمونت درسته. حتما سالی یک بار این کار رو انجام بده. یادت باشه قبل از اینکه برسی به دستانداز باید ترمز بگیری. وقتی رسیدی به دستانداز باید ترمز رو ول کنی، چون وقتی رسیدی به دستانداز و ترمز بگیری، لاستیکت بین رینگ و دستانداز گیر میکنه و این باعث میشه گوشتش و گاز بگیره و دو پوست بشه. جاده خاکی قاتل لاستیکه. سعی کن تو جاده خاکی هم نری. حالا من این همه حرف زدم، تو سعی کن هیچ کدومش رو گوش ندی، چون نون ما رو آجور میکنی.